کامپیرا چی سایر و گشتش چی؟ مادرم پاره تنی مای تو چی همه کلینا جمع میکنی؟ من سینه ای همچو خون من زیغم دارم زنکیش برای اختای با وفا یارم کرده غم بارم بیشنوی زنک جان از دلی زارم بم برامد زنک جان جان خیلی بوسکو تا پوش زنک جان با سیر گشت ببینم وقتی سیر گشت کردن شده خیلی بم برامد اوچا جان تیار شد اوچا میریم سیر گشت یک استراحت بریم خواب شده است خواب شده است مردک؟ چطور کجا میروم؟ زنک یک بولگه بلند بگو من نفهمیدم گپ خیلی یک بولگه خیلی بلند تکرار کن آخه در همه خونه شینند شرط است از قفای مروم تو فراموش کرده که مادرم پاره تنی مای تمامی بد نبدی مای تو ایره فراموش کردی مردک آخه موچتون کامپیرا چی سایر و گشتش چی؟ هر دوی مازم شبهار میرویم یک سایر و گشت میکنیم یک خوراک شام میخوریم بر میگردیم فراموش کردی که مادرم برای خوشبخت شدنی ما برای یک جایه شدنی ما برای یک عائله موفق شدنی ما چقدر کوشش کرد چقدر زحمت کشید چقدر مهنت کرد برای خودش نکرد برای فرزندش کرد برای کلینش کرد تو یارو همشه فراموش کردی ای خطیرت برآوردی ها خیر بعد چی؟ وظیفه مادریشون اجرا کردین؟ چی اگه ما را یک جایه کردن گفته تا آخری عمری ما ای قفای ما میگردن کجایی که ما روان باید این کس روان هم خیر رجب علی بچه تو چی همه کلینا جمع میکنی من نمیخوام هیچ جا رفتم من همین روز هم خیلی مونده شدم همین خیلی بیفره شدم بچم میخوام که در همین خونه استراحت کنم اوشا جون الان برای همی مونده شدنتون برای همی خسته شدنتون خواهین نخواهین همراه ما میرویم اوشا بیرون در میریم یک خروکک میخوریم یک باد و هوای تازه اوشا جون چی گفتی اوچای من؟ شما همراه کلین روین سیر و گشت کنین تماشا کنین خوراک شام خورین و بیایید آمدن شما ما یکم خوراک با مزه پخته میمون چی گفته جوانا؟ آفرین خاله جان ندیدیم مردک جان خالم رفتن میخوان در خونه شینن رفتیم خود ما میرویم خاله جان شما در خونه شینیم ما همراه بچه تا میرویم سر گاز میکنیم یکم خوراک شام میخوریم و شما طور که با مزه میاریم خوب؟ ناراحت نشدیم خاله جان رفتیم مردک آفرین زنک جان آفرین زنک جان تو ناراحت نشه تو همی خونه دا بشی کارو برای خونه را جدی دیدم بگی خوراکی خوب بپس ما همراه مادر به سیرگشت میرویم با استراحت میریم یکون شیرینی میخوریم و دیگر همیم یکون اونجا یکون کمبودی نداشته باشه فهمو؟ ناراحت نشه زنک جان ما رفتیم احتیاط کن رجب علی ایبرانی کلین همون دوره های من بیار خیزین همون دارتون رو گیرین خورین یک دارو چیز که خسته گرفته نمیتونین شما کمپیرو هستن خوبن کارشون رو میکنن داروشون رو میگیرن میخورن یا آبتون چی آب و داروتون رو گرفته خورده نمیتونین چی خیلی شما بیزارم کردین روز در دارو تی و ایتی
روزو نتین این مردک اینقدر دیر کرد ساعت 3 شده است زنگ زدم حوزی اومدم این حوزیرش کی باشه زنک؟ اومدی مرده؟ بله زنک. خیلی دیر کردید شما؟ خیلی دیر کرده ایستادیم به خونه اوچم. خیلی دیر شد ممکن نیست اوچم عصبی شدن. شما میدونید که داولین دارن داولینشون بالا میشون. حالا رفتن در کار مایده چوده طور گرفتن در کار. زنک جان من همه چیزای گفتگی تا قانون و قاعدهش خطی زیادیش خطی خرید کردم در داخل ماشین ماندم به همین خاطر دیر شده زنک جان. بسیار کار خوب کردی مردک جان. تیز روید اون لباسی ساز پوشین رفتیم. روید. خوب زنک جان. در نام جانم زنک لباسای مادر در حالی بس که اگه لباسا که خوبش بشونه که میمونی هست. چی؟ خوی مردک چشم کجا میروند؟ با ما نمیروند. ای زنک گوشت میشنم چی گفتم تا؟ ما چه مادر در خونه تنها میمونیم مهمونی میریم زادروزی مادر ایتا میریم مادر ایما در اینجا تنها ها؟ آخه میدونی تمامی اولادی ما جمع میشوند در اونجا اوچه شما یک خوراک خوشو خورده نمیتوانند دستشون میلرزه همه جوشون دا میریزونند شرمنده میکنند پیش اولادو دخترای امکی میویند همه اولادای ما جمع میشوند من شرمنده میشم من ایزا میکشم نمیخوام اوچه تون قطی ما رود شهر میدونی؟ ها؟ باعثی شرمندگی های؟ ها؟ مادر ایما را دستاش میلرزه ای سبب بیمار بدن ای باعث شرمندگی ای ای زنکی ابلا او دردیه که الله میتا او یگون جای شرمندگیش نیست ای فهمیدی؟ فقط دعا که مادری تمام خیلی بیمار نشوه ایره فراموش نکن مادر اگر دستاش بلرزه قوت قدرت اوی را نداشته باشه که یک قاشق برداره نیکی فراموش نکه که دعاش قوت قدرتی را داره که زندگی ترا 10 بل بلرزونه خیلی دخترم قزق نشه خیلی ناز میشه ولی خیلی با هر یک دردی را شفا هسته یخی که دیگه برام یه بیناموسی شد خطا کردم میشینی خیلی رفتش یه بیناموس بوده یخی هم یک بوده که تیه من نگاه میکنم این حرکت نگاه میکنه چی قزق میشی؟ نشه خواهشم فقط زیقی نه که ساز میشه همش میگذارم مثلا هم اگه هفته شلو ساز میشه ما چوی شب خرم چند چای من نای نخیر چای چای من نای اخلی من نمیخرم تو تو خوردن نمیتونی خوراک تو ای تو نقص نشم چرا حتی او دار؟ خورا این همسایه ها ایروزی تو کسال شدی خدا با شکلی القات من توی بی خونوما یا بی وارینه تو نقص نشم شوی من چخشه دوستان عزیز این حال در کجا قرار داره؟ در رفتی نبار